پاسخ ندادن. در آخرین لحظات به ما میگفتن که آقا نمیشه و سعی میکردن جلوش رو بگیرن. اما ما یک هدف داریم، یک قدرت داریم و این قدرتیه که شما دارید می‌بینید. این ملت ایرانه. همون جوری که دوباره در برابر گلوله بچه‌های ما ملت به خیابون اومدن، ما هم اینجا سنگر رو خالی نکردیم. خیلی هم اقدام نمی کنید. ما از 10 روز پیش اقدام کردیم ولی به همون این اجازه رو نمیدادن. دیر به همون پاس ناگزیر بودیم که هر روز پیگیر باشیم، شبانه روزی برای اینها تماس تلفنی به هر شکلی پیگیری کردیم تا تونستیم امروز اینجا کنار هم باشیم و یک صدا فریاد بزنیم این آخرین نبرده، برگردی برمیگرده.